در چندی پیش ما رویش بیشتر تمرکز کردیم با جناب منصف صاحب روی بحث شیطان پرستی و علائم و چگونگی کمپانی هایی که در جهان ساخته شده بود و اینیا عضویت شیطان پرستان با خود گرفته بودند و تفکر شیطان پرستی در روی جامعه بشری بیشتر دیدگاهشان استوار و چند تا مسئله اساسی از ترویج فساد اخلاقی و نپذیرفتن هستی کائنات که همانا بیشتر اینا ضربه وارد میکنن به ارزش‌های دینی در جامعه بشری. یکی از بحث‌هایشان بیشتر با اسلام طرف هستند، همین شیطان پرستا در تمام جامعه بشری. ما در طول تاریخ در افغانستان قضایای متعدد را دیدیم، از آغاز کار کمونیست ها که شعارشان با اورا بود و بالای کلمه خنده میکردن و میخندیدن. امروز در قرن 21 ما به یک توطئه کلان بزرگ در جغرافیای به نام افغانستان، نه بلکه در تمام جغرافیای دنیا و جامعه اسلامی ما به این پدیده روبرو هستیم. اما بحث شیطان پرستی هست و کسانی که شیطان پرست هستند. تفکر شیطان پرستی چیست و چگونه مغرضانه و زیرکانه اینا عمل میکنن در جامعه اسلامی و چگونه میتونن که نوع از علامات و نوع از گفتار و روش‌ها و سلوک‌های رفتاریشان از طریق فیلم‌های سینمایی گرفته تا کنفرانس‌ها تا چگونگی سیاستمدارانی که در جامعه اروپایی وجود داره و نوع علائم و اشارات و جست حرکات را که اینا اختیار میکنن. ما به علائم متعدد در بحث سرزمین من پرداختیم. علائم گاه که پیس این گونه حس میکنن، این به مفهوم شرک آوردن به وحدانیت خداست که ما با این انگشت دست بلند میکنیم. و همین علائمی که بیشتر ما در موردش معلومات داریم، این هم یکی از علائم‌های شیطان پرست هاست. یک چیز برای جوانان تازه نفس در افغانستان مطرح میکنیم. همه را در عکس‌ها میبینیم که این علامه را میگیرن و اقتدار میان این علامه را میگیرن. دقیقاً همین علامه. امروز ما روی این علائم صحبت کردیم در برنامه‌های گذشته خود. ما یک بخش جدایی را امروز بحث خواهیم کرد روی این ماهیت شیطان پرستی. جناب منصف صاحب اینجا هستند که بیشتر صحبت‌ها را با ایشان ادامه میدیم. منصف صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه ما. تشکر. ممنون. بریم در ابتدای برنامه اگر کمی در مورد امروز اطلاعاتی که شما تقدیم بیننده‌ها میکنین کمی اگر معلومات بتین که بیننده‌ها بدانند که امروز بحث ما همون ماهیت بحثی که ما اشاره کردیم چی است واقعا نمیشه. در اول من یک ویدیو را نشر میکنم که بیننده‌ها ببینن، باز ان شاء الله بحث‌های خود ادامه میدیم. بله، ویدیو را با هم یک جا میبینیم. جناب منصف صاحب در موردش توضیحات خواهد داد تا دقایق دیگر. اگر منصف صاحب بله میریم ویدیو را با هم میبینیم. منصف صاحب ویدیو را به این خاطر نشر میکنم که مطالب سابق در مغز بیننده‌ها پس تداعی شود. میگه آسیب های از اینا میرسه. مثلا این فیلم هایی است که از طریق هالیوود به مردم نشان داده میشه که در این شب شما میتونین این متر یک کارا را کنین و این شب شب شیطان است. خیلی تصاویرم دیگه زننده است. بله بله. این در مغز اطفال میمونه که این متر یک چیز شما میتونین بکنین، تفنگچه داشته باشین، شیطان ها آمدن یک قسم کارا کنین، تو ماسک بپوشین. کودکان اگر سیل نکنه میره خیلی خوبتر خواهد بود منصف، چون تصاویر خیلی زننده است و خواهشم نیست کودکان سیل نکنن. بله. ما از بیننده های محترم تقاضای من این است که لطفاً اطفال خدا، چون که در این برنامه تصاویر بسیار خشن‌تر از این نشان داده میشه، اطفال و کسایی که حوصله خشونت و چیز ندارن لطفاً از خانه ها تخلیه کنن، از اتاقهای خود تخلیه کنن تا اینا ایره نبینن. چرا که ما این مسائل را نشر و پخش میکنیم
به خاطر از اینکه این تلویزیون و این برنامه سرزمین من بر مسائل را دنبال میکنه که حقایق باید به مردم گفته شود و آشکار شود، حقایق پشت پرده. بنابراین ما هم میخواهیم که این تلویزیون، این رسانه در سطح افغانستان اولین رسانه باشه که حقایق نشر و پخش میکنه. بنابراین لطفاً متوجه اطفالتان باشیم. همین شب هالووین به سبب تبلیغات متعدد در بین مردم کاملا یک شب عادی شده. مردم ایره به نام شب شیطان میشناسن و دیگه اصطلاح هالووین از فکر و نظر مردم رفته و شب شیطان میشناسن. در این شب اکثر خانه ها سوختانده میشه و یا توسط بعضی از غذاها مردم مسموم ساخته میشه تا شیاطین انسی از این حالت لذت ببرن و ایره تبدیل شده به یک جشن سالیانه. سالیانه در امریکا یک شب است به نام شب هالووین. در اونجا اینمی چیزا نشان داده میشه و مردم میرن یکی دیگر اذیت و آزار میکنن، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه هو انسان از جمله ما نیست تا مردم چی از دست و زبانش در امان نباشه. شیطان برخلاف چیزی که الله و رسول گفته کار میکنه. مردم طور آموزش میده که شما مردم دیگر را آزار و اذیت برسانین تا که شما لذت ببرین. اینمی برنامه ها اولین کلیسایی که در امریکا جور شد، کلیسای شیطان پرستی، در شهر سان فرانسیسکو بود. کلیسای دومش در شهر کالیفرنیا در سال 1960 میلادی ایجاد شد. در امو سال ریگن فرماندار شهر کالیفرنیا بود که این کلیسا را به اجازه خودش و به امضای خودش رسما فعالیت شروع شد و تعدادش امروز زیاد شده، هم در اروپا هم در امریکا. بله. و اکثر اعضای موسیقی راک و هنرپیشه های هالیوود عضو هستند در همین کلیساها. تمام برنامه های شیطان پرستی و شیطان گرایی طرح و دیزاین میشه در اینمی کلیساها، بعداً به موسیقی راک و هالیوود به هنرمنداش داده میشه و از او طریق در ذهن و نظر مردم چی میشه؟ مانند زهر تزریق میشه. چند سال پیش هنرمندای هالیوود اذعان کردند که ما حامله شدیم و میخوایم طفل به دنیا بیاریم و طفل خود قربانی شیطان کنیم تا شیطان از ما راضی شود. به می خاطر قربانی کردن اطفال اینا شعرهای سرودن و او را در قالب موسیقی به گوش و نظر مردم میرسانند که بیشتر در موسیقی راک بوده. بله، در راک بوده. این را در گوش و نظر مردم میرسانند. دیگه چی؟ هرگاه امی فیلم های هالیودی را شما ببینین، امی فیلم های وحشتناک و امی صحنه های کنسرت راک، بسیار تصاویر از نظر شما به طور سریع تیر میشه، ولی با می سرعتی که داره در اینجا بعض اهداف و مفکوره های موجود است که در ذهن ناخودآگاه مردم گذاشته میشه و اشعار سروده میشه و موسیقی سروده میشه و چیزهای نشان داده میشه که در او یا وسوسه های شیطان نهفته است یا ای که ستایش خاص به شیطان میشه در فیلم ها یا موسیقی، که اینمی چیزها ناخودآگاه به ذهن کی؟ به ذهن مردم میمونه، در ذهن مردم امیر جایگزین میسازن. دیگه ای که اکثر مردم وقتی که به کشورهای غربی نگاه میکنن به شکل آرمانی نگاه میکنن. این چیزهایی را که اینا در تلویزیون
و در فیلم ها در دراما ها میبینن فکر میکنن که حقایق اینمی است، در حالی که حقایق پشت پرده چیز دیگه است. شیطان طوری برنامه های تلویزیونی را، این فیلم ها و دراما ها و یارا تحت اداره خود داره که مردم بسیار به طور ماهرانه اغوا میکنن یا فریب میتن. مردم فکر میکنن، بخصوص مردم مظلوم دنیا، که اینمی چیزهایی که است حقیقت است و مجذوب از این چیزها میشن. زمانی که اینا میرن در همچی یک محیط قرار میگیرن، میبینن که در یک خلا قرار گرفتن، چیزی را که دیدن و واقعیت را که میبینن چیز دیگه است. مثل همون که آدم علیه السلام شیطان فریب داد و جنت رانده شد. اینا وقتی که در همچون محیط قرار میگیرن و برگشت برشان سخت است و به خاطر پیشرفت یا در محیط خود سازش دادن مجبور هستند که بعض چیزها، قوانینی که هست، اینا بالای خود تطبیق کنن و هرگاه الله در حق از اینا رحمت خدا نکنه، لطف خدا نکنه و چشمای زیاد را باز نسازه، اینا با شکل از اشکال فریب شیطان خوردن و خودشان، فامیلشان، فرزندایشان قربانی اهداف شیطانی میشه بدون شک. دیگه ای که یک عقیده دیگر را شیطان پرست ها دنبال میکنن به نام اومونیزم یا شیطان یا انسان گرایی. این یک تئوریست. اومونیزم به این معنا که انسان ها را طور تربیت و چیز میکنن، تعلیم میتن که اینا اتو فکر کنن که معنویت نیست، الله نیست، انبیاء نیست، جنت دوزخ نیست، روز حساب کتاب نیست، عالم برزخ نیست، عذاب قبر نیست. بر زنا اتر فهمانده میشه که تو خدای خود هستی. هر چی که میتونی میکنی در چارچوب شهوت و آزار و اذیت مردم تو آزاد هستی. هر چی که میتونی انجام بده. هیچ خدای موجود نیست. روز آخرت نیست که از تو حساب کتاب شود. بنابراین این طایف از مردم به می شکل زندگیشان پیش میره. دیگه ای که بعضی از کلاب های شبانه اونجا موجود است که مربوط به شیطان پرستا میشه. مثلا نامش هست، نام از کلاب شبانه باغ وحشی ها یا انسان های دوزخی، امثال از این نام ها داره. بیشتر منصف صاحب با این بس انسان های دوزخی یک نوع تفکر هم اینا دارن. بله. که کسایی که به اولین پاره به امین عرصه میگذارن، اونا رو میگن که شما دوزخی ها هستین، دوزخ بهتر از جنت میدانن. بله بله. و در این کلاب های شبانه فقط و فقط افراد داخل میشن اجازه دارن که خود به مو شکل دیزاین کمی صنف شیطانی داره خود آرایش کرده باشن. در غیر از او دیگه کس اجازه نمیتن. بسیار مردم نمیفهمه، میخواد که شبش خوش تیر شوه، خصوصا جوانا به اونجا مراجعه میکنه، آیسته آیسته این دام میفته. دیگه یا که یک مکتب دیگر را پیش میبرن به نام ضد مسیح. این مکتب به این خاطر ایجاد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه دجال وقتی که ظهور میکنه یگانه کسی که ای را از روی زمین گم میسازه کی است؟ حضرت مسیح. بنان اینا ترویج میکنن موضوع چی را؟ ضد مسیح. و جوانا به این سو گرایش داره و جوانای عرضه اونا اعلان میکنن که ما ضد مسیح هستیم. بخصوص این موضوع در کشور ایران بخی رایج شده، کتابهایش حتی فروخته میشه. وقتی که مردم با همچی یک محیط، همچی یک حالات، مغزهایشان یا وقت خالیشان پر شد، اذهانشان پر شد و همچو فیلم ها برشان نمایش داده شد، اینا چی میشن؟ اینا با اینمی چیزها که در ذهنشان مانده میشه
اینا یک نوع عجین میشن یا با می چیز خوی میگیره. انسان وقتی که چیز در مغزش باشه و چیزی که برش فهمانده شوه و درس داده شوه به موسو حرکت میکنه. وقت خالی ما وقتی که توسط از تو چیزا پر میشه ما به موس هم حرکت میکنیم. شما در ادامه خواد دیدین بعضی از تصاویر از شیطان پرستا را که شاید 5 دقیقه وقت شما را بگیره که در اونجا اینا توسط از این فیلم های خطرناک و شیطان پرستی و این تصاویر مردم به کدام سو سوق دادن و از مردم چی جور کردن. شما خواد دیدین یک چیز دیگه منصف صاحب که قابل ذکر است، 2 نوع رنگ سیاه و سرخ بیشتر در تصاویر هم کار میشه من که فکر میکنم. بله بله. این رنگ هم شاید پیام‌آور باشه. بله پیام‌آور. بله سیاه. بله اینا یک شیطان دارن، جن دارن به نام سرخ، جن سرخ و دیگهش بلو جن است یا جن آبی و می رقم. اینا بسیار چیزها را خصوصا در فیلم های کارتونی از این بسیار استفاده میکنن از این طور چیزها. بله. اینال تصاویری را من نشان میتم که خدا کنه بیننده های محترم، کسایی که با همچون تصاویر یا چیز دارن بلدیت ندارن لطفا اونا را تخلیه کرده باشن از اتاقها که این تصاویر بسیار زننده است و تصاویر هالیودی نیست بلکه واقعیت هایی است که در جوامع بشری رخ داده. بله دقیقا بس مطرح میکنیم به بحثی که منصف صاحب مطرح کردن که دوستا میشن کودکانشان یک جای گوشه برند که این تصاویر خیلی زننده است و روی روان کودکان ما تاثیر میگذاره و ما تنها به نشر این برنامه پرداختیم که آگاهی برای خانواده های ما داده شد، برای پدران مادران تا یک توطئه که علیه شاید در آینده علیه ما باشه متوجه این توطئه باشیم و ما آگاهانه هر قدم خود برداریم به سرنوشتی که ما امروز دچارش خواهیم شد و دیگر جامعه هم دچار این سرنوشت شدند که بحث شیطان پرستی است و تعداد زیاد دوستایی که از علائم شیطان پرستی هم در رسانه ها بودن ذکر کردن و علائمشان شاندن بر مردم حالا بیشتر بازی میشه. با هم میبینیم منصور صاحب. بله اینی کل همو لوگوهایشان است که استفاده میکنن. زیادتر همین علائم در بلوس ها منصور صاحب دیده میشه، در لاکتای گردن دیده میشه. یا مخته میسازن مردم. از این آدم همون کسی است که من گفتم اولین کلیسای را در کالیفرنیا ایجاد کرد، شیطان پرستی، و ریگان فرماندار از اونجا بود. زیادترشان منصف صاحب تحت اطلاعاتی که ما داریم اینا جرایی میکنن صورت خود با این شکل. بله اینا تمام جرایی شده هستن و این کارا همه. بله این حتما جرا داره، آرایشگر داره. سعی کنین و شاخ جور کردن کار آسان نیست. شما ببینین یا چقدر خدا عذاب میدن. ما در انسان شناسی 2 تئوری داریم. یک تئوری که میگن انسان ها پاک و بیگناه به دنیا میان و تئوری دیگه که میگن انسان ها گناهکار به دنیا میان. ما مسلمان ها معتقد به تئوری اول هستیم. ما معتقد هستیم که انسان ها پاک و بیگناه به دنیا میان. بعدها این رسانه هاست، این سیاستمدار هاست، این فامیل های مختلف، محیط مختلف، امنشین بعد باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که انسان ها به این طرف سوق داده شوند. اینا در فیلم های هالیودی نیست، این واقعیت های شما سعی کنین زبان خود برمه کده. اون دیگه مکمل شیطان مکمل تنظیم کرده. شما سعی کنین زبان خود جرایی کده. خیلی جالب است این تصاویر و این از خود دجال جور کرده. در پیشانیش خیلی جالب جور کرده. این خود میخ میکوبن. امروز متاسفانه در بعضی از سلمانی های کابل یا افغانستان که برین تصاویر مختلف از آرایش موی پسرهاست که اونجا گذاشته شده و پسرها خود دیزاین میکنن، میگه یک قسم موی مرا جور کو یا یک قسم جور کو
وقتی که خانم میره والدینش میگه اوه چی یک استایل زدی بسیار خوب معلوم میشی، در حالی که این کلش روز به خاطر اینمتر یک چیز. اینا هم از پدر و مادر پیدا شدن که وایتر نبودن، محیط اینا را همتر ساختن به می اشکال مختلف فریبی که برشان داده میشه. شما ببینید اینا چقدر شکنجه را بالای خود تطبیق میکنن تا شیطان چهرهای زشت جور میکنن. بله. شیطان از اینا راضی باشه. این کل جرایی شده. پیشانی خدا تو رو یک جور کردن کار آسان نیست. نه خیر. اون علامه که ستاره گفتین که شپردار است بیشتر در پیشانیشان هم ترسیم میگن از این علائم. بله بله اونجا اینا میایم تصویرم. میبینین که مربوط تمام اقوام بشری میشه. یعنی یک طایف از مردم تنها در بر نمیگیرن، بلکه تمام زندگی اجتماعی انسان بله، در هر جای نفوذ سعی کنین این شاخ شیطانه که به خود جور کرده. کار آسان نیست و جرایی کار داره. واقعا که این تصاویر در حد بلند زننده و دلخراش و تصاویری است که از فطرت انسانی دیگه به دور است. بله. اون خود میخ کوبی کرده. بله، همین بس شیطان پرستی را که ما مطرح میکنیم دقیقا این به دوستان بیشتر وضاحت پیدا شود و دوستان بدانند که یک تعداد همین شیپ و نوع کرکتر به خود این گوره. این هم همون علامه ای که بله. بیشتر همون ماهیت شیطان پرستی بالاش استوار است. دقیقا خیلی کارهای عجیب اینا انجام میدن. دقیقا حتی در بس دینی هم بس کلان وجود داره که ما نمیتونیم به وجود خود صدمه برسانیم. بله بله، الله میگه شما به خود آسیب نرسانید. بله بله، اینا خوب دقیقا اینا تمام وجود از زجر و شکنجه میتن. این تصاویر به این خاطر نشر میشه که فامیل ها متوجه باشن که خدای ناخواسته به این سو شما ببینید زبان خدا قیچی کرده، جرایی کرده. اونم علامه مشهور دیگه منصف صاحب بینمین است که ما دیدیم با هم. بله. و برمیگردیم به صحبت ها منصف صاحب. یک توضیحات دیگه هم اگر بتیم در مورد این تصاویر برای خانواده ها و برای جوانان بعد می‌بینیم مواد بعدی به بیننده ها شریک می‌سازیم. این تصاویر واقعیت های جامعه است که اینا بردن جامعه های خدا به میتسو بردن. بعضی کسایی هستن در رأس که هیچ نوع ممانعت در مقابل همچو کارها ندارن. اونا خوش هستن که همین کارها تطبیق شود در جامعه و به سبب تطبیق از همین کارها اینا از شیطان طلسم یاد میگیرن. از شیطان طلسم یاد میگیرن و به خاطر از اینکه به شیطان خدمت کرده باشن همچو برنامه ها را در جامعه تطبیق میکنن، در حالی که الله ما و شما را اقسم خلق نکرده. الله ما و شما را شای کنین لطف الله در قبال انسان ها چه قسم است؟ از مادر پدر ما یا انسان ها قسم تولد نشده، این محیط تر ساخته. دقیقا این لطف الله است. این کار الله اتر است، کار شیطان اتر است. ببینید چقدر فرق از زمین تا آسمان فرق است. مهربانی و صمیمیت و فکرت عاطفی انسان از همهش. دقیقا خود خانواده مسئول هستند به سرنوشت فرزندانشان که خیلی هم دقیق باشند و خیلی بسیار دقیق باشند. توطئه‌های بسیار خطرناک دراست. در قرن 21 توطئه‌ها در حد بلند است. بله، و فتنه شیطان بسیار عظیم است. لطفاً قسم طفلای معصومتان در چنگال شیاطین انسی و جنی نتین
و اونا رو دیدین که از زنای و چی جور میکنن. لطف الله رو ببین، کار شیطان رو ببین. این برنامه هایی که امروز تطبیق میشه، طریق رسانه های متعددی، کنسرت هایی که نشر پخش میشه، این بسیار زننده و خطرناک است. اگر یادتان باشه یک چند سال پیش یکی از رسانه های مبتذل یک چند موسیقی نشر پخش کرد، مردم چیز کردن، تظاهرات کردن. ولی امروز به حد گپا عادی شده که در پالوی خانهشان سالن ها هست که در اونجا کنسرت ها انجام میشه، هیچ کس آواز خدا نمیکشه و هیچ رسانه به این توجه نداره. بنان اینا آیسته آیسته اهداف خدا پیش میبرن. منصف صاحب بریم سر مواد دیگر هم اگر باشه. موضوعات دیگه ای است که در بین انسان ها اینمه قسم که رواتب موجود است، در بین شیاطین هم رواتب موجود است. مثلا شما یک وزارتخانه را در نظر بگیرین، وزیر است، معینایش است، رؤسایش است، مدیرهایش است، کارمندای عادیش است، یک نفره که امربر است اوست و کسی که صفایی میکنه. اینمه قسم در بین شیاطین هم رواتب است. با افراد پایان، شیاطینه که رتبه پایان داره، سرکار داره. مثلا با فالبین ها، جادوگرها، تعویض نویس ها و افراد فاسد، رشوتگیرها، اینا شیاطینشان هم اونمطور مراتب پایان تر داره. ولی با بلند رتبه ها، با وزرا، با رؤسای جمهور، با کسایی که در رأس بالا هستند، شیطانشان هم اونمطور بزرگ است. پیش در او فیلم ها را که دیدین، او فیلم ها عکس ها، تصاویر مربوط به کی میشد؟ مربوط به یک فرد میشد که شیطانش او را تا مو قدر رسانده که او آسیب به خود برسانه و به یک محیط کوچک. ولی شیاطین بزرگ که با بزرگ ها سرکار داره، سرزنا جنایات را یا پیش میبرن یا انجام میدن که بسیار زیاد خطرناک است، که بشریت به تباهی برده و به تباهی میبره. حالا من تصاویر دیگر را نشان میتم که بزرگ های شیطان پرست اینا چی جنایات را کردن. او در مقابل فرد بودی، در مقابل بشریت. بله. اینا مجموعه دیگر تصاویر. بله. اگر کم معلومات هم بدین. بله، اینا کسایی هستند که یعنی ما میبینین علامه شیطان پرستی کلش در اونجا موجود است. اینا کسایی هستند که فریب شیطان خوردن و شیطان اینا را به مقام و منزلت رسانده. اینا به جوامع قسم خطرات آوردن و میارن سر انسان ها که خطر از اینا بزرگ است، چون که شیطانشان بزرگ است. این تصاویر از نبردها در جامعه کشورهای اسلامی است که حتی افغانستانی که در خون میتپه و از انتحاری تا حملات زشتی که در اینجا صورت میگیره و ظلم و ستمی که بالای مسلمانان در جامعه اسلامی صورت میگیره، اینها همش برمیگرده به یک تفکر شیطانی و یک تفکر شیطان پرستی که شاید تنها هدفشان همین باشه که چگونه میتونن علیه امین نظام های اسلامی ایستادگی بکنن و ظلم ستم را بدارن. این هم علائم خیلی مشهور که در امین داریه که منصف صاحب ستاره یک نشان داده، فکر مراسم هم در امین انجام میتن. بله دقیقاً. بله، اون مراسم شیطانگیری خود نمی ستاره ششپر یا ستاره پنجپر انجام میتن. دقیقاً. اینا کسایی بودن که به سطح بسیار بزرگ و جنایات بسیار بزرگ انجام دادن و انجام میتن و بسیار جنایاتشان در راست که باید به خاطر از اینکه شیطان خرسند شوه این کارا را میکنن و شیطان در مقابلش به یاد طلسم یاد میده و یا به سبب طلسم بسیار کارهای دیگه میکنن. اینا خود فروختن. الله در قرآن میگه، به ملائک خطاب میکنه، میگه آیا این انسان ها
شما را پرستش میکردن. ملائک میگن یا الله استغفر الله، تو بزرگ هستی، تو بزرگ هستی. اینا ما را پرستش نمیکردن، اینا شیاطین پرستش میکردن، جنیات پرستش میکردن. به سبب پرستش جنیات یا این کارا را میکردن. الله در قرآن میفرماید که ما شما را از یک پدر مادر خلق کردیم، شما را قوم‌های متعدد با زبان‌های متعدد خلق کردیم تا یکدیگر را بشناسین، با یکدیگر محبت کنین، یکدیگر را درک کنین. نگفته که شما به این شکل جنایات کنین. این پیشتر که دیدین این جنایات شیطان بود. حالا ببینین که الله ما شما را به چی خاطر خلق کرده. کار الله را ببینین، کار شیاطین ببینین. الله در قرآن می فرماید که من نشانی های خود در آفاق و انفس ماندیم تا شما ببینین از او پند بگیرین. این کار الله است. و بهترین لطف را که الله در قبال بشریت کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان بشارت دهنده به تمام بشریت فرستاده. و این کلام لطف الله است که رسول الله صلی الله علیه و سلم و کلام خدا در چارچوب قرآن پاک امروز به ما فرستاده و در نزد ما لطف الله است، موجود است و ما مسلمان ها باید از او استفاده کنیم. اینی از زندگی انسانی و بشری. رئیس جمهور اردن هم در یک سخنرانیش در یک کنفرانس بین المللی هم منصف صاحب چند تا مسئله را مطرح کرد. در زمانی که ما به مدرسه میریم اولین درسی که بر ما داده میشه که به دیگران زیان نرسانین و به اعتقادات دیگران احترام بکنین. حتی شما وقتی در نبردها اشتراک میکنین، دقیقا در نبردها شما به نه کلیسای حمله بکنین، نه به عبادتگاه حمله بکنین و نه بالای مرد مهن سفید و یا نه بالای اطفال، نه بالای زنان. گفت حتی ما وقتی سلام میتیم به جانب مقابل ما سلامتی و صحتمندی از او را میخواهیم. این فکری است که بیشتر در اسلام جا داره و بیشتر وضاحت داده شده، ولی متاسفانه در شرایط امروزی یک نوع افراطیت یک تعداد شکل دادن و برداشت‌های سوء تفاهمی که اینا ایجاد میکنه از اسلام، ولی در ماهیت خیلی پاک سوچه و آری از هر آن چیزی که یک فرد فکر بکنه اسلام هست. و اسلام دقیقا ما در وقت مورد صحبت میکنیم برمیگردیم به ارزش‌های خود انسانیمان، از طبیعت آزادش گرفته تا حیوانات تا مجموعه منظره هایی که ما نظاره‌گرش هستیم، همه اینها ما را نزدیک میکنه به وحدت خداوند بزرگ. بفرمایید منصف صاحب شما. بله. یعنی لطف الله در قبال بشر یک قسم است، ولی کار شیاطین به اونجا میرسانه و این باید یک پند و اندرز باشه به مردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی از روزها اصحاب قسم میکنن که در بین ما حضور داشتن. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چوب در دستشان بود، در روی زمین یک خط کشیدن و چند خط انحرافی دیگه کشیدن. با اصحاب گفتن هذا صراط المستقیم، یعنی ای است راه مستقیم. این خطای دیگر را نشان دادن، گفت این راه های دیگر کلش انحرافی است. شما بفهمین و بدانین که هرگاه ما مطابق به هدایات قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کنیم، هم در دنیا هم در آخرت کامیاب هستیم. امو صراط مستقیم را که رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان داده، ای از کجا فهمیده میشه؟ وقت جنابشان وقتی که وفات میشدن صحابه پرسان کردن شما وفات میشین، ما چی کنیم، از کجا هدایت بگیریم؟ گفت ما بر شما قرآن و سنت خود ماندیم، با اونمو سو حرکت کنن. در غیر از او در هر خط دیگه که برن او کلش انحرافی است، راه های شیطانی است. بسیار متوجه باشه مردم. کفار در ظاهر اگر به ما و شما نشان میده که ما دوست شما هستیم، ولی در باطن چیزهایی را که بر شما نشان دادم تمامش هم میخواین بالای ما تطبیق کنن، از طفل ما گرفته تا بزرگ ما، تا شهر ما، تا وطن ما، تا طبیعت ما.
هر چی که دستشان برسه او جنایت در حق مردم میکنن. بنابراین مسلمان ها آگاه و باخبر باشن از دشمن واقعیشان که شیطان است و الله اینقدر ذکر کرده درباره شیطان و شیطان به ما در قرآن بزرگترین دشمن معرفی کرده. ایره بشناسن، فکر نکنه مردم که شیطان هیچ وجود نداره و شیطان خو است. ای که احساس نمیشه و تو نمیبینیش این نیست. او کار خود بسیار مخفیانه میکنه و بسیار زیاد تجربه داره. از روز نخست بشریت تا به امروز به میلیون ها نه به میلیاردها انسان گناهکار و کافر زیر خاک برده. بنابراین اینما طور دوست داره که تعداد زیاده که امرای خود به جهنم ببره و این وعده کرده که الله و جهنم الله میگه که ما جهنم از انسانهایی که انحرافیستن و سنگها جهنم پر میسازم. جهنم در لفظ حدیث میاد جهنم صدا میزنه که کم است. در لفظ حدیث میاد که الله پای بلا کیف خود داخل دوزخ میکنه و اونجا فشار میده باز دوزخ صدا میکنه بس است کافی است. اینمی راه را شیطان به مردم هموار ساخته و این شیطان پرست های انسی برش کار فعالیت میکنه. بنان این برنامه های از این نیست که یک گپ عادی باشه. این به این خاطر است که مردم آگاه و باخبر باشن و من تشکر میکنم از تلویزیون نورین و از این برنامه خوبشان که وقت میتن تا حقایق به اذهان مردم برسه. ممنون منصف صاحب. صحبت هم خیلی فکر کنم زیاد از یک بخش از صحبت های ما باقی مانده امشب چون ناگزیر است این وقت برنامه ما همین را ایجاد میکنه، ولی در